میخوام واسهتون این داستان بگم. چند سال پیش یه نقاش وجود داشته که حسابی اگه گرفتن سفارش نقاشی از دیگران خسته شده بوده و فقط به خاطر اینکه پولش و خود کاری که انجام میداده دیگه نمیارزیده واسش. به خاطر همین مسیرش رو گم میکنه. چند ماه هیچ کاری انجام نمیده و بیکار میمونه تا اینکه یه جا تصمیم میگیره یه کاری انجام بده. واسه خودش یه هدف تعیین میکنه که اون هدف چیزیه که همیشه دوست داشته انجام بده. این که تبدیل بشه به یه نقاشی که همه میشناسنش. اولین روز سال 2024 شروع میکنه به اینکه این هدف رو به واقعیت تبدیل کنه. یه سری نقاشی میکشه، یه سری ایده ها رو عملی میکنه که کار نمیکنن. اونا رو پست میکنه ولی هیچکی نمیبینتشون. بعد یه مدت یه ایده خوب پیدا میکنه که اون ایده اینه که نقاشی بکشه که به مردم مربوط باشه. اون یه نقاشی میکشه، پستش میکنه و کار میکنه. اینترنت یه تکون کوچولو میده و قشنگ 2.5 میلیون ویو میگیره داخل اینستاگرام. شروع میکنه بازم از همون ایده درست کردن. بعد از 4 ماه وقتی داشته صبحونه میخورده گوشیشو چک میکنه و میبینه 100,000 نفر فالوور داره. به هدفش رسیده. تمام نویزه ها، تمام اون صداهایی که تو سرش بود یه دفعه خاموش میشه. بعد 4 ثانیه با خودش اینجوریه که همین بود براش تلاش کرده بودم که چی؟ الان مثلا 100,000 نفر فالوور داری که چی؟ نمیدونست چه اتفاقی واسش افتاده و اون همه چیزی که میخواست داشت ولی خوشحال نبود. اون عدده واسش یه چیز خیلی نرمال شده بود، خیلی عادی بود واسش. اون انرژی که باعث میشه صبح از خواب بلند شه و کار کنه از بین رفته بود. کارشو متوقف کرد و واسه چند وقت هیچ کاری انجام نداد و بعد از یه مدت دید که داره محو میشه، داره ناپدید میشه یا هر چیزی. حتی داخل گوشیش که چک میکرد میدید که مردم دارن با هوش مصنوعی خودشون رو نقاشی میکنن و خودش اینجوری بود که نکنه یک کسی به نقاشی واقعی اهمیت نمیده، کسی دیگه به ما اهمیت نمیده. و همون قدر ناراحت بود چون داشت پیجی که مثل بچه خودش بزرگ کرده بود و توی دسته خودش از دست میداد و خودش هم داشت باش محو میشد. اون نقاشی که الان داشتین داستانشو میشنیدین من دارم محو بشم و همش هم تقصیر خودمه چون یادم رفته بود اصلا هدف مهم نیست. اون چیزی که مهمه مسیره. من تو مسیرم خیلی خوشحال بودم. تو مسیره اصلا من الان دارم محو میشم، دارم فراموش میشم توی چیزی. من الان دارم محو میشم و این چیزی نیست که خوشحالم کنه. من کامل یادم رفته بود که اصلا اون هدفی که داشتم یه چیز خیلی بی اهمیته. مسیر است که مهمه و اینو کامل فراموش کردم و الان هم دارم محو میشم. روز به روز دارم بیشتر از قبل محو میشم و خیلی حس گندیه، ولی یه نقشه دارم که از این حس گند فرار کنم و اون نقشه اینه: ما قراره بریم یه ایده خوب پیدا کنیم که نقاشیش کنیم که دوباره اینترنت رو تکون بده. هر طوری یه اثر هنری خلق کنیم، واسه یه دونه ویدیو درست کنیم و پستش کنیم. بعدش ببینیم که مردم مثل قبل واکنش نشون میدن یا نه. وقتی دوباره یه دفعه‌ای برگشتن مثلا من یادشونه یا نه. ببینیم مثل قبل واکنش نشون میدن یا نه. برای ویدیویی که قراره باش کامبک بزنم من کل ایده هامو گشتم و توی همه اون ایده 2 تا ایده بود که خیلی خوب بودن و الان بین اینا با انتخاب کنم. اولیش یکی از سریال هاییه که من درست میکنم، ولی نمیتونمش بگم سریال، و به این سریال من میگم نقاشی معنی اسمها. اسمش اینه. توضیحش هم ساده است، فکر نکنم لازم باشه توضیح بدم حتی چیه. من نقاشی معنی اسمها رو بکشم. بعدش یه ایده دیگه دارم، بازدیدش ولی کمتره. این یکی اسمش اگر شخصیت منفی بودنه. یعنی چی؟ من میام یه سری افرادی که خودم خیلی دوستشون دارم که تا الان کوروش و میا رو نقاشی کردم. چجوریه؟ من میام آدمایی که میشناسم، آدمایی که دنبال میکنم و به شکل نسخه شخصیت منفیشون در میارم و نقاشی میکنم جوری که خودم تصور میکنم. الان بر اساس شرایطی که دارم بهترین انتخابی که میتونم داشته باشم گزینه اوله.
یعنی نقاشی معنی اسم‌ها رو بکشم، چون بازدهی زیاده. چیزی که من یادمه هر بار میخواستم که نقاشی بکشم اسم‌ها رو یادداشت میکردم، یعنی نگاه میکردم چه کامنت‌های بیشتر از همه لایک کردن، چه اسم‌های مردم بیشتر درخواست کردن و توی این لیستی که من دارم 2 تا اسم الان اولویته که بعد برای این پارت طراحی بشه، اسم باران و اسم حسین. چیزی که یادم هر بار می‌خواستم بیام یه معنی اسم جدید طراحی کنم بعد اول معنیشو میدونستم. قطره‌های آب که در نتیجه سرد شدن و مایع شدن اومده دانشنامه‌ش و اینا رو نوشته. اوکی، برای باران ما میدونیم چیکار کنیم. قطعاً باران دختریه که عاشق بارانه، یعنی عاشق بارونه، بارون اومدن و این میتونه ایده خوبی براشه برای نقاشی. من میخوام معنی اسم حسینم ببینم. اوکی، معنیش خدا رو شکر یکی درست نوشته. من اینجا یه معنی دارم میبینم که نوشته خوب، معنی اسم حسینه، نوشته خوب، نیکو و صاحب جمال. اگر بخوام اینو نقاشی کنم یکم سخت میشه. مثلا الان چی داریم که نشون بده یه نفر آدم خوبیه؟ مثلا آدمای خوب به دیگران کمک میکنن، برخوردشون خوبه. یه ایده‌ای دارم، مثلا یه حالت عقیده است. اگر بخوام یه نفر رو بدونیم که خوبه یا آدم بدیه یا نه، خیلی راحت میتونیم از روی رفتارش با حیوانات بفهمیم. الان میدونم باید چی کار کنم برای حسین. برای نقاشی رفتم کل پینترست رو گشتم و کار کردم. چیزی که میخواستم پیدا کردم. به یه سری رفرنس نیاز دارم اصولا برای نقاشی که الان بهتون میگم رفرنس چیه. حالا اگه بخوام راحت توضیح بدم، باشه من اینطور نشستم راحتم دیگه. رفرنس چیه؟ برای یکم سادهش کنم برای کسایی که نمیدونن خیلی ساده است. من همیشه برای همچین روزی که بخوام اینو توضیح بدم تمرین کردم. دقت کنید، اگر من بخوام شما رو نقاشی کنم یا شما برام یه عکس بفرستید برای من که من شما رو نقاشی کنم، شما میشید رفرنس من برای اینکه نقاشیتون کنم یا هر چیزی. و الان اینا رفرنس های منن. بریم نقاشی کنیم. این چیزی که الان داریم میبینید ما بهش میگیم اسکچ و این دقیقاً میشه زیربنای نقاشی ما. یعنی چی؟ یعنی ما اگه بخوایم نقاشی شروع کنیم اول اینو میکشیم، بعد میریم سراغ رنگ‌آمیزی، بعد میریم سراغ سایه زدن. یه عقیده‌ای دارم که اگر اسکچ خوب بشه قطعاً خود نقاشی در نهایت خوب بشه. این گربه رو خیلی دوست دارم. هنوز نمیدونم دقیقاً چشمش داخل نقاشی کجاست. فعلا همینطوری گذاشتمش تا خود رنگ‌آمیزی دیگه تا اون موقعی کارش میکنم. خیلی خوب شده، بریم ادامهش. الان ساعت 6:50 است و من دیشب کلا نخوابیدم، ولی نقاشی تمام کردیم. بیا نشونتون بدم. این نتیجه نخوابیدن منه و همینطور که میبینید خیلی خوب شده. 8 ساعت روش وقت گذاشتم. حالا بیان یه چیز جالبم بهتون نشون بدم که اصلا چی باعث میشه که یه نقاشی این شکلی شه. پشت پرده نقاشی ها چیه، روند کارش چجوریه. خیلی سریع میخوام بهتون توضیح بدم. این بک‌گراند من اول بک‌گراند رو درست میکنم که کاراکتری که میخوام درست کنم توی محیطی که من میخوام باشه. بعد میاد بالاتر. اینی که میبینید، این سیاهیایی که دارین میبینید اسکچ اولیه کاری. بعدش خود کاراکتر. این قسمت سایه هاشه. اگه دقت کنی هر چقدر من لایه‌ها رو بیشتر دارم آن میکنم هی قشنگتر میشه و میرسه اینجا. من گربه رو میکشم، میاد لایه بالاتر، لباس و مو. الان شاید فکر کنید تمام شده، ولی این 3 تا لایه هم هستن که این تغییرات رو به وجود میارن و این کل روند کاری منه. من با این همه کار باز میرم داخل اینستاگرام مثلا نقاشیام پست میکنم. 1-2 نفر میان میگن تو باری با هوش مصنوعی کار میکنی، در صورتی که من دهنم سرویس شده سر این. الان باید برم سراغ نقاشی دوم. اینم شد نقاشی دوم. میدونم کم سریع تموم شد، جان حواسم نبود که براتون همه چی ریکورد کنم، تقصیر خودمه. ولی باز بیاین داخل نقاشی نشونتون بدم که چه خبره. من اگر بیام اینو همه رو حذف کنم، آره، نقاشی اولش این شکلی شروع شد.
خود کاراکتر گذاشتم. بعدش اومدم بک‌گراند اول نقاشی کردم. اینجوری نبودم که حالا خود کاراکتر اینجا این قسمت بک‌گراند میپوشونه روش کار نکنم و غیره، اینجوری نبود، همه‌شو کامل نقاشی کردم و بعدش میام اینجا و اینا میان تو کار. بعدش این قسمت لباسش میاد اینجا، مو و رنگی که از این طریق از طرف این لامپ این بالا اومده و خورده بهش میاد دیگه، نور بیشتر، دوباره نور بیشتر. این یکی قسمت بارونشه چون هوا بارونیه و یه بادی هم میاد به خاطر همین قطرات تو هوان و این قسمت دور کله‌شو اومدن قوانین فیزیک رو رعایت کردم. اگه من الان زوم کنم میبینید که من یه سری قطره هم کشیدم. این قطره‌ها رو میبینید دور کله‌شه ولی برخورد مستقیم نداشته، اونا قطره‌ان. این شد نقاشی دوم که نقاشی بارانه. الان ما 2 تا نقاشی داریم، دستم چقدر می‌درد. ما 2 تا نقاشی داریم و بریم براش ویدیو ضبط کنیم. خب اینجا چیزایی که باید بگم و نوشتم که اینا رو من باید بگم. من برگشتم بعد از 6 ماه با معنی اسماتون نقاشی بکشم، فصل جدید. اینجوری باید بگم. اولین اسمی که میخوام نقاشی کنم اسم بارانه. معنی اسم باران میشه همون باران و اینا. دی بالاخره نوبت حسینا شد. اینجا نوشته که معنی اسم حسین میشه آدم خوب، نیکو، صاحب جمال. منم کشیدمش. نقاشی حسین میاد. حسین بر اساس معنی اسمش. بعدش هم باید بگم اسمای بعدی رو شما بگید، برای پارت بعدی فالو کنید. الان من خیلی راحت میگم خب، ولی حالا بذار من دکمه ریکورد رو بزنم. من بعد 6 ماه برگشتم تا بر اساس معنی اسماتون نقاشی بکشم، فصل جدید. باران بر اساس معنی اسمش. اینجا نوشته معنی اسم حسین میشه آدم خوب. حسین بر اساس معنی اسمش. برای پارت بعدی هم فالو کنید. این چیزی که دارین میبینین کاور ویدیو کوتاه هست که قرار آپلود شه، که ویدیوشو دیدین. ویدیو ممکنه به مشکل بخوره سر این که شما نتونید ببینید داخل یوتیوب، چرا؟ چون موزیک داره و موزیک کپی رایت میخوره تو یوتیوب. ولی آخر همین ویدیو یه ویدیو بهتون پیشنهاد میشه که ویدیو کوتاهه و شما میتونید کلیک کنید و ویدیو کوتاه رو ببینید و الان بعد برین آپلودش کنید دیگه. فکر کنم چیزی براش نمونده باشه و هشتگ و اینا بزنم و آپلود کنم. الان نزدیک 48 ساعت یا شاید کمتر از ویدیویی که آپلود کردیم گذشته و این نتیجه چیزیه که به دست آوردیم، نتیجه ویو و کامنت و همه چیزایی که اومد. این خود ویدیوه الان داره لود میشه. من نمیخوام ویدیو نشون بدم، کاورشه. اگر ویو اینسایدش رو براتون بزنم، ویو رو داریم که 123,000 نفر ویو گرفته. 123,000 تا بازدید گرفته که از این بازدیده 26% از فالووران بودن و 73% از کسایی که فالوم نداشتن. این لایک، این کامنتشه، 6,000 تا لایک، 7,000 تا کامنت، 700 تا 800 تا سیو و 900 تا هم شیر گرفته و فالوش هم 1000 تا فالوور بهم داده. الان چیزی که هست اینه که بازدیدی که الان گرفتم نسبت به بازدیدی که قبلا میگرفتم الان بخوام بهتون نشون بدم کمتره و این نسبت به بازدیدای منه. این ویدیویی که اولین بار آپلود کردم سمت چپ اینجا و این 2.6 میلیون ویو گرفته و این خوبه، این خیلی چیز خوبیه. این آخرین ویدیویی که آپلود کردم ماره نقاشی میا پلیزه که 900 تا و اینم دقیقاً یه نقاشی معنی اسم دیگه است که آپلود کردم، این 400 تا ویو گرفته. الان نقاشی من 123 کا، این پست آخری که الان گذاشتیم 123 کا ویو گرفته. الان این خوبه یا بده؟ برای کسی که مثل من 6 ماه هیچ فعالیتی نداشته این خیلی خوبه. فالوورای من هنوز زندن و دوباره زنده شدن در است. و اینکه اگر بخوام بهتون یه طوری بگم که هم متوجه بشین، پیج زنده اینطوریه که اگر پیج من الان یه قلب داشته باشه به خاطر این پستی که گذاشتم الان قلبه داره میتپه و اگر مثلا آتیشی باشه آتیشه یکم بزرگتر شده و هنوز خاموش نشده. و چیزی که الان خوبه اینه که من دارم دقیقه یه دونه فالوور میگیرم، دقیقه یه دونه فالوور و این خیلی خوبه. در نتیجه کاری که ما انجام دادیم خیلی خوب بود و هر کاری که کردم الان درست بوده و این همه تلاشی که کردیم و شما هم با اون بودین الان نتیجه داد و خوبه. و این پست هم تو داره میره بالا، یعنی اصلا متوقف نشده که مثلا بگیم 123 که ماشه الان رفرش کنم بیشتر بشه و این خوبه. و این که آره یادتون باشه دیگه مثل من نشین
اگر داخل مسیری هستید یا هر چیزی، از همون مسیر لذت ببرید و داخلش بمونید و اصلا هدف و اینا رو بندازید کنار. اصلا هدف مهم نیست. الان من داخل مسیرم خوشحال ترم. و حالا همین، مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدین و با هم همراه بودین کل این مسیر رو. ولی یه دونه ویدیوی خیلی ساده بود شاید، ولی خیلی وقت برد دارم من. و شما همین که الان همش نگاه کردید واسه من یه چیز بزرگه. و مرسی که دیدین تا اینجا رو و خداحافظ. میبینمتون تا بعد. چی باید بگم آخر ویدیو؟